الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اما بعد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران عزتمند، امروز هم که باشد بهر شما در مسائل عید قربان که الحمدلله و المنه به نزدیکی آمدنی است و دیگر مسائل مهمی که در این رابطه هستند انشاءالله به سمع شما میرسانم. از هر یک که شما خواهانی هستم که هر وقتی که نوار رو نظر میکنید میفهمید تا چه اندازه را این مسئله ها مهم است و با یار و دوستان خود میتونید تقسیم کنید تا که در ثواب همدیگر شریک باشیم. الله مهربان همه ما و شما را نگهبان باشد. امروز هم میخواهم که عید قربان انشاءالله به نزدیکی می آید و چه مسائل مهمی که در این رابطه هستند به سمع شما بسانم. پیش از آغاز صحبت اولا میخواهم در فضیلت قربانی کردن از جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم معلم بشریت چی بیان شدگی است به سمع شما میرسانم. بعدا در دوام صحبت اون مسائل مهمی که در رابطه با عید قربان و ذبح کردن و دیگر مسائل های مهمی که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم در فضیلت قربانی کردن چی میفرماید؟ در روزهای قربانی هیچ عمل نزد الله جل جلاله پسندیدتر از قربانی نیست. در همین روز عید در روز عید پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگه هیچ عمل نزد الله مهربان محبوب تر از قربانی نیست. قربانی در آن روز بهتر از همه اعمال است. یعنی ثواب آن ثواب فرائض واجبات از همه اعمال نفلی بیشتر است. یعنی همین قربانی کردن روز عید از عملهای فرائض بیشتر از ثوابهای نافله دم چه زیاد از همه اعمال نفلی بیشتر است و هر قطره خون که در وقت قربانی بر روی زمین میچکد قبل از آن که به زمین برسد نزد الله جل جلاله قبول میگردد. همون در ذبح کردن وقتی که گوسفند باشد یا گاو باشد وقتی ذبح میکنند حال خونش در زمین نرسیده خداوند متعال قربانی او بنده را چکن میکنه قبول میکنه. لحاظا با خوشی قربانی کنید و فراوان قربانی کنید. در این دوام حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چی میفرماید؟ وقتی که همون انسان قربانی را میکند در هر یک طور مویش خداوند متعال او بنده را چکن میکنه ثواب میده و از لافی ها و اندمی ها همه هر یک طور مویی که در اون گوسفند است چکن میکنه او بنده را ثواب ده. این حدیث را روایت کرده است امام ترمذی رحمه الله و ابن امام ترمذی رقم حدیث 1493 و ابن ماجه شریف حدیث را در 3126 همچنین اون حضرت صلی الله علیه و سلم فرمودند. در دیگر حدیث پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چی میفرماید؟ عن زید بن ارقم رضی الله عنه قال اصحاب الله صلی الله علیه و سلم سنت ابیکم ابراهیم. درباره این قربانی رسول الله برای ما چی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت این سنت پدرتون حضرت ابراهیم خلیل الله است. قال فما لنا فیها و برای ما چی میرسد وقتی قربانی میکنیم یا رسول الله؟ پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم چی گفت؟ یا رسول الله قال بكل شعرة حسنة به هر یک مویی که در تنه اون گوسفند یا گاو هسته خداوند به شما نیکی میدهد. قالوا فصوفوا یا رسول الله قال بكل شعرة من الصفوف حسنة. پیغمبر خدا صلی الله علیه و در مقابل هر طور موی بدن حیوان قربانی یک نیکی برای قربانی کننده نوشته می شود. ابن ماجه این حدیث را روایت کرده است و مسند احمد امام احمد حنبل هم این را روایت کرده است و مسند عبید بن حمید حدیث را روایت کرده است و ابن عدی و مستدرک امام حاکم و سنن بیهقی و دیگران این حدیث را روایت کردند. اگر در بیان فضیلت حدیث اندک صحبت میکنیم اندک فکر کنید که ثواب از این بزرگتر هم میتوان باشد که در مقابل فقط یک قربانی انسان 100,000 نیکی به دست می آورد. اگر کسی مویه های بدن گوسفند را از صبح تا شام شمار کند باز هم نمیتواند تمام آن بشمارد. نگاه که اگر اینقدر ثواب و اینقدر فضیلت داره که
میگه از سحر تا بیگاه اگر همون گوسفند موهاش ممکن که تا بیگاه رو به انجام رسونده نتونی، لکن در هر یک همو پشم گوسفند الله متعال من شما را ثواب میده. مقصد نگاه کنه که در هر یک طوری او من شما را الله ثواب میده. چند مقدار طوری ماه داره او را الله خودش میدونه. از اینجا قیاس کنه که قربانی کننده چه اندازه ثواب و نیکی کسب میکند. دینداری در این است که اگر بر کسی حتی قربانی واجب هم نباشد، باز هم به خاطر کسب این ثواب به حساب قربانی کند. اگر با کسی که مقصد انسانی است که شرایطش نیست قربانی واجبش هم نباشد، لکن وقتی این ثواب اگر درک کنه بفهمه اون قربانی میکنه. هنگامی که این روزهای قربانی بگذرد دیگر این نعمت بزرگ نصیب کسی نمیشود و کسی اینقدر نیکی ها را به این آسانی نمیتواند به دست بیاورد. لکن وقتی که وقت قربانی گذشت در وقتش انجام که ندادی دیگر این ثواب به دست آوردن نمیتونی در دیگر روزها. اگر الله جل جلاله کسی را پول و ثروت داده است، برایش مناسب است که هنگامی که از علیکم السلام و رحمت الله و برکاته دوستم مسئله به خوب است انشاءالله گوش کنی بخاط خیلی برداشت میکنی. الله جل جلاله کسی را با پول و ثروت داده است، برایش مناسب است که هنگامی که از طرف خود قربانی کند بهتر خواهد بود. آدم ثروتمند باشه باید طرف خودش قربانی کنه، همراه با خود از طرف آن خویشاوندانی که وفات کردند مانند مادر و پدر و غیر خود نیز قربانی کند، بزرگ به ارواح آنها هم برسد. میگه در حالی که ما ثروتمند هستیم، یعنی ما از خود ما قربانی میکنیم، حتی میگه از پدر و مادرش که وفات کرده است ایتن اونها هم قربانی کند تا که ثواب همه قربانی به ارواح همونها رسد. در حالی که ما ثروتمند باشیم، یعنی همون پولدار و ثروتمند که باشیم، هم از خود ما قربانی کنیم هم از تن پدر و مادرمون، این بهتر خوبتر میشه. ثواب همون در حق هم پدر و مادر میرسد. و همچنین اگر میتوان از طرف حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و از طرف ازواج رسول الله صلی الله علیه و سلم و از طرف شیخ خود هم قربانی کند، میتوانی که با یک گوسفند را ذبح کنی بگوی ثواب هم قربانی را در ارواح رسول الله صلی الله علیه و سلم یا ازواج مطهرات مادرامون خدیجه و زینب و فاطمه و دیگر عایشه مادرمون دیگر ازواج مطهرات میتونی که این ثواب قربانی را چکا کنی بخشی. و همچنین میتونی که قربانی کنی استادی که داری که ترا درس داده است تعلیم داده است در حالی که او فقیر است یا در زیر خاک است، تو قربانی میکنی ثواب هم را در حق استاد خودت میبخشی. این بهترین عمل است. و اگر توانای آن را نداری در این صورت حد اقل از طرف خودت حتما قربانی کن. میگه توان او را نداری حد اقل اهم خودت قربانی کن، زیرا که قربانی کردن به پولداری واجب میباشد، زیرا که آدمای ثروتمند واجب است قربانی. اگر کسی که پول و مال و ثروت دارد و قربانی بر او واجب است قربانی نکند، چه کسی بدبختتر و محرومتر از او خواهد بود. در حالی که ما ثروتمند باشیم دارایی داشته باشیم با قربانی نکنیم، از ما آدمی بد آدمی گناهگار نیست دیگه بود و گناه این کارش نیز جداگانه است. طریقه قربانی اکنون باید چگونه کنیم؟ هنگامی که قربانی کننده حیوان قربانی را رو به قبله بخواباند، اولا این دعا را بخواند. آدمایی که قربانی میکنن باید بدونن اینی وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین ان الصلاة و نسوکی و محیا و مماتی لله رب العالمین لا شریک له و بذلک امرت و انا من المسلمین. این آیه کریمه اگر والله علم خطا نکنم یا دعایی هست که باید که هر مسلمان وقت قربانی میکند این دعا را چکو کنه بخوند. در دوام دعا بود دعای است اللهم منک ولک انا که همون دعایی که در اوجه به عربی خوندیم همون را معنی داد میکنیم. ترجمه: روحم را به اخلاص به سوی همان کسی گردانم که آسمان ها و زمین را خلق کرده است. روح یعنی چهرم را به طرف همون الله میگردونم که همون الله زمین آسمان خلق کرده است و من از مشرکان نیستم و من از جمله مشرکان نیستم. بیشک نماز میخوانم و قربانی من و زندگانی من و مرگ من همه از خداوندگار و پروردگار جهان است که شریکی ندارد و به همین امر شدم و من از جمله مسلمانان میباشم. خداوند این قربانی عطا از سوی توست
خداوند این قربانی ما از بسوی توست، حتی از سوی توست و برای توست. فهمیدی؟ برای تو همین قربانی را میکنم. هر انسانی که قربانی کنه با خودش ضعف باید که این دعا را بدونه. سپس بسم الله الله اکبر گفته ضعف کنند. بعد که این دعا را چکو کرد، این دعاها را که خواند و سپس بسم الله الله اکبر میگه اون ضعف کند و بعد از ضعف این دعا را بخوند. وقتی ضعف که تمام کرد این دعا را میخوند: اللهم تقبله منی کما تقبل من حبیبک محمد صلی الله علیه وسلم و خلیلک ابراهیم علیه السلام علیه الصلاة و السلام. یعنی خداوند این قربانی را از من قبول بگردان، همچنونه که از حبیبت محمد صلی الله علیه وسلم قبول کردی و از ابراهیم خلیل الله قبول کردی، این را از من قبول بگردان. بعدی که قربانی کردی این میتونه که این دعا را از یاد ندونه بنویسی در جا، همون وقتی بعد قربانی هم دعا را بگی. اگر شخص میخواهد از طرف کسی دیگر قربانی کند، در این صورت در وقت ذبح کردن و جای لفظ منی از طرف من بگوید. من گفته عربو شخصی را میگن، من فلانی، از طرف فلانی و نام او را بگیرد. از طرف یک برادر، از طرف یک خواهر وقتی که میکنی قربانی را، در همون جای منی نمیگوی که خدای از من قبول کن، خدای همون قربانی را از فلانی شخص قبول کن. مثلا در جای نام خودت نام هم میگوی. قربانی بر چی کسی و چی وقت واجب؟ انا مسئله دیگری که بر چی کسی واجب است و چی وقت واجب است. مسئله یک: هر کسی صدقه فطر بر او واجب است، قربانی کردن در روزهای قربانی نیز بر او واجب می باشد. و هر کسی آنقدر پول و دارایی ندارد که صدقه فطر در آن واجب شود، قربانی نیز بر او واجب نمی باشد. اما اگر قربانی کند ثواب بسیار فراوانی به دست می آورد. اینا نگاه کنید که میگه که بر کسی که صدقه فطری روزه میتیم که مقصد هر سال 4 سومانه یا 5 سومانه میتیم، میگه هر کسی که هم صدقه فطر واجب باشه با او هم قربانی واجبه. اگر ایتا بگیریم باید همه ما قربانی کنیم. افسوس که امروز همه خودمون با کرکی میدوزیم، تنبلی میکنیم در حالی که همه ما صدقه فطر میتیم. اما میگه یکم مسئله با کی واجبه؟ به همون کسی صدقه فطر واجب باشه با او هم قربانی واجب است. صدقه فطر که همگانت میدونه که در فطر روزه میته. مسئله دیم: قربانی کردن بر مسافر واجب نیست. مسئله دیم چی بوده است؟ آدمی که مسافر است، در سفر است، با او قربانی کردن واجب نیست. مسافر کسی چی را میگن؟ الان ما میایم در ملک غربی در آسیا 5 ماه و 6 ماه یا سال میشستیم، این دما مسافر حساب نمیخریم و 15 روز کم که اگر مسافر حساب میخریم. 15 روز زیاد وقتی که نیت کردیم ایستادیم، ما مسافر حساب نمیخریم. به همه آدم مسافر هم قربانی واجب نیست. اگر بکنه ثواب میگیره، اگرش واجب نیست. مسئله سوم: وقت قربانی کردن از صبح تاریخ 10 ماه ذوالحجه شروع می شود و تا غروب آفتاب تاریخ 12 ماه ذوالحجه ادامه می یابد. یعنی از صبح روز اول عید. همین قربانی کی باید کرده شود؟ ای روز عید قربان 3 روزه. دهمی 3 روز. اولش کدوم روزه؟ یکم روز هم اول عید قربانی تا شام روزی سوم عید قربانی. تا 3 روزه که در همین تا 3 روزه میتونی که چیکار کنی؟ قربانی کنی. همون سوم روزش که او 6 قربانی که نکردی الکه ایت دیر میشه. همون سوم روز افتا و نوشیشته اگر انسانی هست که مقصد اینه یکم روز نکرد، بعدا یک کس نصیحت کرد که آخه در گردن تو واجبه تو بای قربانی کنه، دیم روز کنه. دیم روز نفهمید که سوم روز گفتنش، الکه دیم روز گذشت، سوم روز عیده. سوم روز میتونه که قربانی کنه. همین افتا که 6 دیگه درست نمیشه، تا همین 3 روزه میتونه که بکنه. عزیزان خوب توجه کنید، مسئله به حد مهم است. هم گوش کنید هم با دیگران برسونید تا که در ثواب هم شریک باشید. قربانی کننده در هر کدام از این روزها که بخواهد میتواند قربانی کند، لیکن بهتر روز قربانی هم روز اول عید قربان است، آنگاه روز دوم، آنگاه روز سوم. در همین 3 روز در کدام روزش کنه میتونه قربانی کنه، لیکن بهتر خوبترش همه که در روز اول کنه. مسئله 4: قربانی کردن در روز قربان قبل از ادای نماز عید درست نیست. هر انسانی که چیکار میکنه حالی نماز عید نخونده قربانی میکنه، قربانیش درست نیست. بنابراین بعد از نماز عید قربانی کند، بعد نماز باید قربانی کند. مسئله خوب توجه کنید. البته اگر کسی در قریه و دیهات زندگی میکند که این صورت قربانی کردن در آنجا بعد از
جو بعد از دمیدن صبح صادق هم درست است، اما اهالی شهر، اهالی قصبه بعد از ادای نماز عید قربانی کنند. مسئله را خوب توجه کنید. آدمایی که در قشلاق، مقصد ای شهرها دور هستند، نماز عید چی میوین؟ شهر میان. اگر بیان شهر نماز عید بخونن، بگردن برن بخونن، مثلا ساعت 1-1:30 میشوه، دیر میشوه. انا همون انسان میتونن که چیکار کنن؟ پیش نماز عید قربانی کنن. مسئله رو خوب توجه کنید. لکن امروزا در قشلاق‌ها هم نماز عید خونده میشه، لکن در همون قشلاقی که نماز عید خونده شوه، صاحبای همون قشلاق نمیتونن که پیش نماز عید قربانی کنن، لکن ای دیگر قشلاق‌ها 1.5-2 کیلومتر میخیزن میوین، اونها میتونن که پیش نماز عید قربانی کنن. همچنین آدمایی که در شهر هم زندگی میکنن او هم نمیتونن، اونها بعد نماز عید قربانی میکنن. مسئله پنجم، اگر کس زندگی میکند حیوان قربانی رو به قریه بفرسته، قربانی اون حیوان در، لکن خود در شهر زندگی میکنی، پدر در که هوی داده، مثلا میگوی که ای همو یک اسوان بگی ای نومی ما قربانی که، ای جوی ما قربانی که، همو آدم میگوی مثلا اکتای دودارتای، ولی گون در قشلاق هستی، تو خود در شهر هستی، او پیش نماز عیدم اگر قربانی کنه، قربانی تو درست میشه. اگر خود آن شخص در شهر موجود باشد ولی چون حیوان را به دهات فرستاد، قربانیش قبل از ادای نماز عید ادا می‌شود. اکنون بعد حلال کردن حیوان آن را از خود بطلبد و از گوشت آن استفاده نماید. اینه میگه که همو آدم گفت که از نام ما قربانی که، همو اکش دادرش در قشلاق زندگی از جای همه اکش قربانی کرد، پیش نماز عید هم باشه چی میشه؟ درست میشه. با همو اکش چیکار میکنه؟ تماس میگیره، از همون گوشت قربانی میگیره میوره، میتونه که همشو تناول کنن، یعنی بخورن. توجه، انا که شرح میتم دارم از کتاب گوتیسم، اینا نظر کنه کتاب از شرحایی که همه بگیم فتواها گبزیسم. توجه، کسانی در کشورهای امریکا و اروپا زندگی میکنند و قربانی خود را مثلا در افغانستان انجام میدهند. آدمی هست که در اروپا هسته لکن قربانیش در تاجیکستان یا در افغانستان انجام میدهند. اگرچه چندین ساعت فرق بین کشورها، بین افغانستان وجود دارد و آنها نماز عید را چند ساعت بعد از نماز افغانستان میخوانند، اما باز هم قربانی ایشان درست است، ادا می شود. مثلا شما در تاجیکستان اینام شما قربانی میکنند، در تاجیکستان اینام شما قربانی میکنند، اونها قربانی کردن تا زنگ میزنه که حالی ما نماز عید نخوندیم، ای میگه ما قربانی را کردیم، حالا که شما 2-3 ساعت بعد در آسیا یا در اروپا با نماز میخونید، قربانی درست میشه، به شک شبه قربانیتون درست میشه. اگر چند او به همو بعد نماز تاجیکستان یا افغانستان بعد عید قربانی میکنه، حالی شما نماز نخوندگی هسته، درست میشه قربانیتون. علیکم السلام. باز هم قربانی ایشان در ادا می شود، زیرا اصل در احکام قربانی محل حیوان قربانی است، نه محل کسی که قربانی میکنه. شرط مهم در قربانی محل همو حیوانی را که قربانی میکنی همو شرط در گیجوهای، شرط او آدمی که اینامش قربانی میکنی شرط اون نیست. و این نگاه که و انما یعتبر فی هذه مکان شاد لا مکان من علیه هکذا ذکر محمد علیه رحمه فی نوادیر. در مقصد بگیم که نگاه که در کتاب نوادیر هم همین مسئله را میاره، میگه جای گوسفند شرطه، نه جای او انسان. هم میگه فی نوادیر و قال انما انظر الى محل ذبح ولا انظر الى موضع مذبوح، جایی که ذبح میکنه همون را اعتبار داده. و هکذا روی حسن عن ابی یوسف رحم الله بداعی سنه و فتوای عالمگیری. فتوای عالمگیری هم به همین قول امام ابو یوسف شاگرد ابو حنیفه رحم الله روایت میکنن، همین قول اختیار کردن. مسئله ششم، قربانی کردن فقط تا قبل از غروب آفتاب تاریخ 12 ماه ذوالحجه، یعنی تا شام روز سوم عید قربان درست است و با محض اینکه آفتاب روز 12 ذوالحجه غروب کرد قربانی کردن جایز نیست. تا همین روز سوم میتونین که قربانی کنین، همون روز سوم که آفتاب کشید قربانی دیگه درست نمیشه، کسی که قربانی نیست، او یا صدقه. مسئله هفتم، از تاریخ تاریخ 12 ماه ذوالحجه، یعنی از روز اول عید قربان تا روز سوم آن، در هر وقت شخصی بخواهد میتواند قربانی کند، چی روز باشه و چی در شب. در همین عید قربان 3 روزه، در همین 3 روز میتونه که تو در روز قربانی تکنی یا در شب، فرق نداره. اما نگاه کن، اما قربانی کردن در شب خوب نیست،
زیرا که احتمال میراد که کدام رگ حیوان بریده نشود و قربانی درست نگردد. لکن میگه خوبتر و بهتر ایه که قربانی را در روز کنه، به خاطر در شب ممکن در او ترکی نبینه، همو قربانی را سوز کردن نتونه، یا گور رگی را نبره، همو مقصد ذبح سوز کردن نتونه، قربانیش درست نمیشه، مقصد حرام میبره. به این خاطر در روز کنه تره. مسئله هشتم، اگر کسی در تاریخ دهم یا یازدهم یا دوازدهم ماه ذوالحجه، یعنی روز اول و دوم و سوم عید قربان در سفر بود و قبل از غروب آفتاب در تاریخ دوازدهم، یعنی قبل از شام روز سوم عید به خانه رسید، یا اینکه به نیت 15 روز یا بیشتر در جای اقامت کرد، اکنون قربانی کردن بر او واجب میگردد. برادرها خوب گوش کنید. روز عید خونه نرسیدی و پگاش رسیدی، روز دیم روز عید، سوم روز عید رسیدی، مقصد پگاهی رسیدی یا ابیتی رسیدی، در بوی هستی، در گردن واجبه که همجا در حال قربانی کنی. یا اینکه بررسی اومدی الکی نیت کردی که مقصد ما چیکار میکنم، یا 6 ماه میسم یا سال میسم، خونه و در داری درسیم، الکی به تو واجب قربانی کنی. ای 15 روز کم نیت کرد تو واجب نمیشه. همچنین این که به وطنش رفت، روز یکم رفت که عید تمام شده است، یا روز دوم یا روز سوم، در حال در گردنش واجب میشه که قربانی کنه. همون روز سوم که افتاد کشیش دیگه واجب نمیشه. به همین گونه اگر کسی اونقدر پول و دارایی نداشت که قربانی بر اون واجب شود و قبل از غروب آفتاب تاریخ 12 ماه ذوالحجه، یعنی قبل از شام در روز سوم عید، اونقدر پولدار به دستش آمد که قربانی بر اون واجب می باشد، در این صورت قربانی کردن بر او اکنون واجب است. همچنین یک انسان همین قرض دادگی بود مردم که دیم روز عید سوم روز عید هم پگاش که قرض رو اومدن، هم آدمایی که قرض دادگی بود هم کردن قرض دادنش، همو مقصد قریب تا $1 در دستش اومد، در حال در گردنش واجب میشه که قربانی کنه. مسئله نهم، ذبح حلال کردن در حیوان به دست خود بهتر است. خوبتر و بهتر هم یکی هم ذبح خودت کنی، گوسفند خودت بکشی. اگر کسی ذبح کرد آن را یاد ندارد، در این صورت آن را توسط کسی دیگری ذبح کند. میگه که خود بهتر است. اگر کسی ذبح کرد که یاد ندارد، در این صورت آن را توسط کسی دیگر ذبح کند. لکن همجا یک آدم هست که میگه که من نمیتونم چیزی ذبح نکردم، یعنی قربانی نکردم، من تخای میکشمش. میگه در او آدم نتاش، برای در یک آدمی که میتونه در او چیکار کنه، تو اینکه بکشه همو قربانی شه. و بهتر این است که در وقت ذبح کردن حیوان خودش آنجا حاضر باشه. و خوبتر و بهتریه که وقتی همو قربانی که میکنه خودش آنجا حاضر باشه. و اگر قربانی کننده زن است، در حالی که زن همه قربانی را میکنه و آن جایگاه چنان جایز نیست که زن نمیتونه از خاطر ستر و حجاب آنجا حاضر باشه. لکن زن قربانی میکنه یک جایی است که مردای بیگانه هستن نمیتونه رفته. اگر که زن هم حاضر نشود همون پلا بتا قربانی را بخره یا گوسفند بیاره همجا ذبح کنه، عینمی همون درست میشه. خودش هم نباشه یک مردک بگیره قربانی کنه، درست میشه. انک نیت قربانی. مسئله دهم، گفتن نیت و خواندن دعاها با زبان در وقت قربانی و ذبح کردن ضرورت نیست که بگه که من در قربانی یکم نیت دارم یکم دعا. اگر کسی در دل خود فقط اینقدر گفت که من قربانی میکنم و یا زبان چیزی نگفت، آن بسم الله الله اکبر گفت، حیوان را حلال کرد، قربانی در این صورت هم درست است. اگر همه چی دعا را هم که نگفته، هم تا گفت که من قربانی میکنم، کفایه میکنه، یا همه قربانی هم نگفته، با دلش هم نیتش قربانیه، بسم الله الله اکبر گفتش، درست میشه. لکن بهتره که هم دعاها را کنه، دعایی که در بالا ذکر کردیم. در بالا نوشته شد به یاد قربانی کند، باشد بهتر آن را بخواند. خوبه که آن دعاها را بخواند. قربانی تنها از طرف خود انسان واجبه، از هم طرف خود انسان، هم طرف خود انسان، نه از فرزندش، ایم آدم خودش. مسئله 11، قربانی کردن فقط از طرف خود شخص واجب است، ایم خود شخص، و قربانی از طرف فرزندان واجب نمی باشد. بلکه اگر فرزندان نابالغ پولدار هم باشند، باز هم قربانی کردن از طرف آنها واجب نمیشه. کودکایی که نابالغ هستند، ولی به بالغت نرسیدگی که نیستن، دعوها قربانی کردن واجب نیست، فقط در خودت واجبه. اگر چند میگه اونها میگه پولدار هم باشن، میگه دعوا واجب نیست، به خاطر در چی قربانی کردن بلوغ همینه شهر دادیست است که مثلا در او واجب نیست، نه از پول و مال خود شخص و نه از پول و مال آنها، بلکه ای همو انسان خودش واجب میشه، نه ای فرزندش.
و اگر کسی از طرف اولاد نابالغ خود قربانی نمود، این قربانی نفلی خواهد بود، اما این شخص از پول و مال خودش مصارف قربانی را باید بدهد و از پول و دارایی آن نابالغان هرگز قربانی نکند. لیکن یک انسان هم از طرف خودش قربانی کرد، هم از طرف بچه اکش که ولی خردسال بود، میگه که ای خودش قربانی میشه ولیکن ای بچه اکش صدقه میشه، قربانی نمیشه. لیکن اگر ای پلی همو گرفتگی باشه قربانی کوگی باشه، میگه پلی او را گردانده بدیه، میگه ای جای خودش پلی او را بگردانه بده، به خاطر که او نابالغه ولی در او واجب نیست. میگه به این خاطر در هر انسان در خودش واجب میشه، نه در نابالغان. انا که مسئله با دیگر، چه حیواناتی رو میتوان قربانی کرد؟ کدام حیوان میتونیم قربانی کنیم؟ مسئله 12. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مسئله 12: قربانی کردن فقط چند حیوان جایز است و بس و آنها هستند: یکم گوسفند، دوم بز و قوچ گفته قشقا را میگن، گومیش گفتن گوی پشمی و برزه گو هم تریو را میگن، و شتر. چه این جانوران نر باشند یا ماده؟ همین گفتیم که گوسفندای، گوی، بزای، شتر، همین ها نر باشن یا ماده، در همه چی میشه درست میشه آنها در درست قربانی کردن. سایر حیوانات ها جایز نمی باشند و در دیگر حیوانات ها مثلا مرغ، دیگر بگیم که چیایی هستن که اونها را بکشی بگویم ما قربانی نمیشه. شرکت در یعنی قربانی. مسئله دیگر که اگر 7 نفر در یک گاو، 7 نفر در یک گاو یا گومیش یا شتر شرکت شوند، آن را از طرف همشون قربانی کنند، قربانیشون درست است. در یک گاو 7 نفره، اما شرط این است که حصه هیچ کدام ها از 7 حیوان کمتر نباشد و همچنین نیت آن عقیقه باشد، فقط خوردن گوشت نباشد. میگه که 7 نفر در یک گاو درست میشود، لیکن شرط این که یگام در همه 7 نفر گوشت کم نتن، همه برابر بگیرن، همه یک بگیرن. این یک مسئله. دی مثلا ما 7 نفره که قربانی میکنن همشون نیتشو قربانی باشن. اگر یه تایم بگه که من نیتم عقیقه نی بچه دار میشه، گوسفند میکشی که نیتش عقیقه باشه، یا بگه من نیتم برای همین خوردن گوشت قربانی نیسته، او 6 نفر دیگه هم درست نمیشه، یگام تاش درست نمیشه. باید هم 7 نفر نیتش قربانی باشن. اگر حصه یکی از اون 7 شرکت کمتر از هم حیوان بود، در این صورت هم قربانی هیچ کدام اونها درست نمیشه. یا تاش کمتر که باشه، مثلا هم 6 کس بگیم یک گرفتن، بگیم 20 کیلویی یا 25 کیلو گرفتن، این یاتش 20 کیلو گرفت، درست نمیشه. همه باید یک برن. اون کسانی که حصه ایشون کم 1/7 است و نه قربانی اون کسی که حصهش کمتر از 1/7 است. مثلا همه برابر باشن. مسئله دیگر، اگر در قربانی یک گاو یا شتر کمتر از 7 نفر، مثلا 5 نفر یا 6 نفر شریک شوند و حصه هیچ کدام از آنها کمتر از 7 نیست، قربانی همه آنها درست می باشد. با مسئله دیگر که 7 نفر نه و 6 نفر جمع شند یا 5 نفر در یک گاو درست می شود، لیکن شرطه که همش یک بگیرن، یعنی مقصد کیلوی همش یک باشن. 5 نفر همون 30 کیلویی باشه، همش 30 کیلویی، 40 کیلویی باشه، همش 40 کیلویی بگیرن مثلا. و اگر همون 8 نفر در یک شتر شرکت شد، قربانی هیچ یکی سعی نمیشه، نه که تنی 8 کس ما جمع میشیم تا که ارزون تمو بغلطه نمیشه، تا 7 نفر جایزه. مسئله 15: کسی قربانی کردن گاو رو خرید و نیتش در وقت خریداری این بود که اگر شخص دیگری یافت شود او را نیز در این گاو شریک خواهم کرد و گاو را مشترکاً قربانی میکنم و سپس چند نفر دیگر در قربانی این شریک شدن، قربانی صحیح است. یک انسان در وقت خریدن نیتش این بود که با چند آدم دیگر میام در این گاو شریک میکنم، قربانی میکنیم، قربانیش درست میشه، همش درست میشه. با آدم یافت جمع شدن، قای شریک شدن، درست میشه. اگر در وقت خریداری گاو این شخص نیت نداشت که کسی دیگر را شریک بگرداند، بلکه تصمیم داشت که تمام گاو را از طرف خود قربانی کند، اکنون شریک ساختن کسی دیگر در این گاو خوب نیست و این کار کراهت دارد. لیکن چیکار کرد؟ نیتشی بود که خودم توقع همه گاو قربانی میکنم، بعد 5-6 کس یافت شریک شو کرد، میگه همه کار خوب نیست، میگه همه قربانیش در کراهت داره، میگه
به اون خاطر اول همون نیت یا جویا باشه یا جویا نیت کنی، توقع باشه توقع نیت کنی، همین را فراموش نکنی. لیکن اگر باز کسی دیگر را در این گاو شریک خود ساخت، در این صورت باید دید که این شخص که گاو را برای قربانی انجام خود خرید یا پولدار است که قربانی بر او واجب می باشد، یا فقیر است که قربانی واجب نمی باشد. و حکم این است که اگر این شخص پولدار است، قربانی در این صورت درست خواهد بود، و اگر فقیر است، قربانیشان در این صورت درست نمی. اینه مسئله ایران مهمه برادران، به حد مهم است. این 7 نفر در یک گاو جمع شده، همه آدم گاو خرید، همه خودش بیچاره فقیره، انا همه قربانی همه آدمو درست میشن. باید آدمی که گاو خرید است همون باید چی باشه؟ بوی باشه. اما 7 نفری که خریدن، 7 نفری که در همه گاو شریک میشن، باید که همش چی باشن؟ بوی باشن، با او آدمو قربانی واجب باشه. کدومش که همه 7 نفرها اگر فقیر باشن، قربانیشون درست نمی باشه. باید که همه چی باشن. اگر کسی حیوانی را به خاطر قربانی خرید، سپس اون حیوان یک گوسفند خریدی گم شد و این شخص یک حیوان دیگر برای قربانی کردن خریداری نمود، دیگر گوسفند خریدی و آنگاه حیوان اول نیز پیدا شد، گوسفند رفت در بازار خریدی، اومدی که گودکو گوسفند هم یافتند. در این صورت اگر این واقعه برای شخص پولدار پیش آمده است، فقط قربانی یک حیوان بر او واجب می باشد. اگر همین کاری که مثلا یکم گوسفند گم کرد، رفت گوسفند خرید، از بازار اومد که این گوسفند هم یافته، اگر همین انسان پولدار باشه یعنی بوی باشد، با او آدم واجبه که هم یک گوسفندی که خریده است ورده است هم یک چه قربانی کنه، او دیمش واجب نیست. و اگر این حادثه برای شخص فقیر روی داده است، در این صورت قربانی هر دو حیوان بر او واجب می باشد. لیکن همین کار در آدم کمبغل رخ داد، یعنی همون کمبغل یک را گم کرد، رفت باید دیگه خرید آورد که این گوسفندش هم میافت، این گم کردگیش هم میافت، که هر دوش قربانی کنن. مسئله 7، اگر 7 نفر در یک گاو شریک شدند، در وقت تقسیم گوشت رو تخمین تقسیم کنند، نه باید تخمینا مقصد بگه که همین چشم قطعی هم میگیریم هم در کارسونا تقسیم میکنیم، نه، باید که یک ترازو بیارن، باید با ترازو چیکار کنن؟ تقسیم کنن. میگه همون تقسیم نماید. در غیر آن اگر حصه یک نفر زیاد و حصه نفر دیگر کم، این سود و گناه خواهد بود. اگر همینطوری تخمینا با چشم تقسیم کردن، آیت زیادش که کم که بود، قربانی درست نمیشود. البته اگر کله و پوچه و پوست گاو را به همراهی گوشت در یک طرف شامل کردن، در این صورت اگر گوشت آن طرفی که کله و پوچه و پوست شامل آن است کمتر باشد، درست و صحیح است. خب هر اندازه که کمتر از طرف مقابل باشد. لیکن یا آدم گفت کله و پوچه گوشتش دادن، گفت بس همون کله و پوچه را قای پوستش دمه پرته، بس همین گوشتش پرتن کله و پوچه را موندن، کله و پوچه قایم گوشتا ورمت در این طرف ترازو او انسانی که مقصد امرشه و همه گوشت خالی داشت، کلا پوچه نداشت، گوشت خالی را پرتو 20 کیلو درست میشه. این کلا پوچه را خودش که اختیار کرده است، کمتر هم که باشه درست میشه. اینجا امر حیوان قربانی انک عمر مقصد چند ساله باشن. مسئله 18 بزی که کمتر از 1 سال عمر دارد جایز نیست. بز اگر 1 سال کم باشه قربانی کردنش درست نیست، باید که 1 ساله باشه بز، چون 1 سال کامل از عمر گذشته آنگاه قربانیش درست می باشه. 1 سال پر باشد بز. قربانی گاو و گاومیش که کمتر از 2 سال عمر دارد جایز نیست. انک گاو باشه یا گاومیش، گاوی پشمی برزگو، اگر عید ساله کم باشن، عید سال پر یا زیاد نباشن، عید ساله کم باشن، قربانی کردن اونها درست نیست، باید عید سال زیاد باشن، چون 2 سال کامل از عمر آنها گذشته آنگاه قربانی آن درست است. شتری که عمرش کمتر از 5 سال است درست نمی باشد. انا که شتری که ساله باشه، شتری که یا 3.5 یا 4 ساله یا 4.5 ساله باشه درست نیست، 5 ساله که باشه بعد درست میشه. انا که میگذاریم برده گوسفند 6 ماه اگر که اونقدر فربه و کلان است که به نظر می آید که گویا
برای 1 ساله است و اگر آن میان بره‌های 1 ساله رها کند تفاوت میان آنها برده و سایر برده‌ها دیده نمی‌شود. گوسفند 6 ماهه هم بزبالای کلانی است که در بین 1 سالها اگر هویش کنی فرقش نمی‌کنی، یه درست میشه. لکن لاغر باشه خراب که باشه درست نمی‌باشه. اگر همو گوسفندی که خراب باشه 6 ماه باشه 8 ماه باشه درست نمی‌باشه. 1 ساله که باشه درست می‌شود. گوسفند درست نخواهد بود و باید 1 ساله کامل از عمر گذشته باشد. قربانی حیوان معیوب. انا که میگذاریم در مسئله مهمی که بسیار برادرها سوال کردن. مسئله 19 هر حیوانی که کور باشد، گوسفند خریدی کور باشد یا کر باشد یا یک سوم بینایی چشمش بیشتر از آن از بین رفته باشد یا چشمش کور باشد یا هم کوری است که نمیبینه یا یک سوم گوش آن بیشتر از آن قطع شده باشد، ای سه حصه یا حصه گوشش بریدگی پرتافتگی باشد و یک سوم یا بیشتر از یک سوم دمش قطع شده باشد، دم داشت دمش بریدگی پرتافتگی، قربانی کردن این حیوان ها درست نمی باشد. این گونه حیوان ها را درست نمی باشد. لکن یک مسئله جایی که روش ایتا بریدگی پرتافتگی نیست، ایتا کمتر چوکاگه برای نشونه چوک کردگی او را درست است. فقط اگر بریدگی پرتافتگی که باشه درست نمی باشد. مسئله 20 هر حیوانی که آنقدر لنگ است که فقط روی پا می رود و پای چهارم خود را اصلا نمی تواند بر زمین بگذارد یا اینکه اگرچه پای چهارم خود را می تواند بر زمین بگذارد اما نمی تواند به وسیله آن را برود. یک گوسفندی است چلاق بگیم، چلاق است به 3 پا راه می گردد، پای چهارمش نمیمونه. همین گونه گوسفند کردن درست نیست، چی گوسفند باشه چی باز. لکن اگر همون پای چهارمش در زمین میمونه ایتا راه میگردن پای چهارم میمونه کم کم میلنگه در این صورت میشوه که هم گوسفند قربانی کنی. اگر همون پا در زمین نمونه او گوسفند قربانی کردن درست نیست. مسئله 21 قربانی کردن حیوانی که آنقدر لاغر است که گویا هیچ گوشتی بر روی استخوان‌هایش نمیباشد، هم خرابی است که درست نمیباشد و اگر فقط لاغر باشد و مانند آنچه گفته شد نباشد قربانی آن درست است. لیکن قربانی کردن حیوان چاق و فربه بهتر و خوبتر میباشد. لیکن نوع خروی است یا خیلیش مادرزادن تا گوسفندای قد پست ایتری چیه نه مثلا قد میونه نوع خروی نوع فربه ایده درست هست میشه که قربانی کنی. مسئله 22 قربانی کردن آن حیوانی که هیچ دندان ندارد درست نیست. یگم دندان ندارد درست نمیشود و اگر چند تا از دندانهایش افتاده ولی بیشتر دندانهایش باقی است قربانی آن درست میباشد. لیکن یک مقصد همون دندانش یک 4-5 تاش غلطیدگی دیگه بسیارش هسته در اینجا درسته که قربانی کنیم. مسئله 23 قربانی کردن حیوانی که از وقتی پیدایش اصلا گوش ندارد. هم تا مقصد مادرزاد گوش ندارد درست نیست. گوش که نداشته باشد درست نمیشه قربانی کردن و اگر گوش نیست و گوش دارد لیکن گوش هایش کوچک و خرد است قربانی آن درست میشه. گوش داره همو گوسفند ای بزای گوش داره نه که گوشش میده درست میشه لیکن اصلا گوش نداشته درست نیست. مسئله 24 هر حیوانی که از وقت پیدایش شاخ نداشت یا اینکه شاخ داشت لیکن شاخش شکسته است قربانی آن درست است. یک گوسفندی که مقصد هم تا قشقار بود یا گوسفند بود شاخ اصلا نداشت هم تا تولدش نداشت قربانی کردن اون درسته. یا که شاخ داشت شاخش دراز بوده کمتر بریدنش که در چشمش غم نده دراز بود کمتر همون سرای شاخش بریدن این هم درسته. لیکن همون شاخ را ای بیخی سرش شکستن اگر ای بیخی سرش که شکستن در اینجا او گوسفند یا بزه قربانی کردن درست نیست ای بیخ وقتی شکستن. مسئله 25 قربانی که خاص گفته کردگی باشد درست است. میتونیم که همون گوسفند اخته کردگی یا اخته کردگی باشد درست است قربانی کنیم. همچنین قربانی حیوانی که مرض جرب یعنی خارش داشته باشد درست است. البته اگر اون حیوان به سبب اون مرض خارش بسیار لاغر یک گوسفندی است که بزبالای لیکن تنش در یک خارشه یعنی نمود خارشه لیکن بزبال همون را میتونیم که قربانی کنیم. لیکن اگر ای دسته همو یاره را اگر خرا و لاغر شدگی باشه درست نمی باشد.
مسئله 26. اگر شخص به خاطر قربانی حیوانی را خرید، سپس چنان عیب در حیوان پیدا شد که قربانی با آن عیب جایز نمی باشد، در این صورت این شخص باید حیوان دیگر برای قربانی خریداری نموده قربانی کند. خرید ورد که چشمش کورای یا کرای یا شاخش عیبش شکستگیه، باید که آدم دیگر گوسفند خریداری کنه قربانی کنه. او گوسفند اگر قربانی کنه قربانیش درست نمی باشد. البته اگر این شخص فقیر بود که قربانی بر او واجب نیست، در این صورت برای وی صحیح است که همان حیوان را قربانی کند. لکن همین انسانی که کمبغل بود رفت خرید که گوسفند کوره یا کره یا یک پشت را در زمین مونده نمیتونه، پشت شلوغه، دیگه این انسان فقیره کمبغله، میتونه که انسان همین گوسفند چیکار کنه قربانی کنه، به خاطر که به او انسان واجب نیست. انک مسئله دیگری که گوشت و پوست و غیر قربانی. انک در مسئله گوشت و پوست قربانی چی گپه؟ مسئله 27. قربانی کننده می تواند هم خودش از گوشت قربانی بخورد، میتونه که هم گوشتی که قربانی کنیم بخوریم و هم آن را میان قوم و خیش خود تقسیم کند و هم بین فقرا و محتاجان خیرات کند، بین همسایات تقسیم میکنه، خیش تورات تقسیم میکنه، درسته. و بهتر این است که کمی از کم یک سوم گوشت قربانی را خیرات کند، ای سه حصه یک حصهش به کمغلا. لیکن اگر کسی فقط اندک گوشت را خیرات کرد و باقی را نزد خودش نگه داشت، این خش خیر کرد اوش خودش بخچه گرفت، درسته. مسئله 28. پوست قربانی را خیرات کنید یا آن را فروخته پول آن را خیرات نمایید و پول را باید فقط به کسانی بدهید که مستحق گرفتن پول زکات هستند. قربانی را چیکار کردی؟ پوستش به خطت گرفتی، هم بردی فروختی، باید که پول همون را صدقه کنی. باید که پول همون پوستی که ای گاو بود یا ای گوسفند بود وقتی خود گرفتی، باید همون را که پولش هم چیکار کنی؟ صدقه کنی. با کی نمیتی؟ با کدام آدمایی را که زکات دادن به آنها واجبه، یعنی کمبغلا. و همان پول ها را خیرات کند. اگر در مقابل فروختن پوست خریداری آن را به شما داده است و اگر آن پول ها را خرج نمودید و در بدل آن همان قدر پول دیگر از پول های خودتان خیر کنید. اگر او پول فراموش که گرفتی خودت را از خود کردی در زندگی، باید که همون چند سومی که بود 20 تومان بود یا 50 تومان چند تومانی بود باید که خیر کنی. مسئله 29. مصروف پول این پوست در ترمیم مسجد یا کام کاری نیک دیگر درست نمی باشد، باید آن را به فقرا خیرات کن. لیکن همون رو به فروختی پولش بردی در مسجد خرج کردی، درست نمی باشد، باید یه فقیر یک کمبغل بدیش. مسئله 30. اگر کسی پوست قربانی خود را خودش مورد استفاده خود قرار داد، مثلا آن را مشک یا دلو ساخت و یا جای نماز ساخت، این کار هم درست است. لیکن همون پوست چیکار کردی؟ به خط گرفتی استفاده بردی، در خونه استفاده بردی، اگر کار در ضرور بود هم پوست گرفتی استفاده بردی نفروختیش، درسته. مسئله 31. دادن مقدار گوشت یا چرب و یا شکمبه قربانی به طور مزد به قصاب جایز نیست. ایامو قصاب اگر ایام گوشت دادی خبتی در جای پلش گفته پلش نتمی گوشتش دادی یا پوست دادیش یا شکمبه را دادیش، جایز نیست. باید که الهیده او را پل بدی، ایو قربانی نتیش. مسئله 32. ریسمان، گردن و غیر چیزهای حیوان قربانی را نیز باید خیرات نمود. نقطه و بنده که همون گوسفند یا شتر یا گاو داره همون هم باید که صدقه کنی، بخته نگیری. مسئله 33. اگر قربانی بر کسی واجب نبود لیکن او حیوانی را به نیت قربانی خریداری کرد، در این صورت اکنون قربانی کردن همان حیوان بر او واجب میگردد و باید همان حیوان را قربانی کند. یک انسان خرید، بعدا فهمید که به کمبغل واجب نیست، الکی به گردن او واجب میشه، وقتی خرید به گردن واجب میشه که هم گوسفند چیکار کنه؟ قربانی کنه. یا مسافر بود گوسفند خرید نفهمید، بعد خرید با گفتن که اوقی در مسافر واجب نیست، الکی خرید است نگردن واجبه که قربانی کنه مرا. مسئله 34. اگر قربانی کردن بر کسی واجب بود اما هر 3 روز قربانی گذشت و او باز هم قربانی نکرد، اکنون پول برابر با قیمت یک گوسفند یا بز رو خیرات کند. میگه در همین 3 روزی که باید قربانی میکرد یک انسانی بوی نکرد، بعدا یه جو موعظه شنید فهمید که در گردن قربانی واجبه، باید که انسان چیکار کنه؟ میگه باید که همون انسان در همین 3 روز که قربانی نکرد، مقصد خطا کردم،
3 روز قربانی نکرد، بعدا موعظه‌اش کردن که در گردن آدم بوی واجب قربانی کردن. الکی عید گذشته، 3 روز عید گذشته است، همو پول گوسفند مقصد بگیم 1000 سومون میسته، 800 سومون میسته، همو پولی هم گوسفند برای در یک کمبغل میته. و اگر گوسفند یا بزی رو خریده بود و آن رو در طول 3 روز قربانی نکرد، اکنون باید خود همون گوسفند رو با بز رو خیرات کنه. در همین 3 روز که چیکار کرد، یک جای ده بود که دیر کرد تا اومد که عید گذشت، 3 روز عید گذشت، گوسفند هم تا در خونش موندگی قربانیش نکردن، هم تا زنده برای یک کس خیرش کنن. یک کمغله قربانی نظری و نفلی و وصیت. انا کم مسئله دیگه. مسئله 35 هر کسی نظر نمود که اگر فلان کارم شود قربانی خواهم کرد. گفتی بچم ای رسیه بیا یا از حج بیا، ما نظر کردی که ما قربانی میکنم، واجبه که قربانی کنی. و سپس اون کارش انجام شد، اکنون قربانی کردن بر او واجب میکردن. یعنی نظر کردی باید که قربانی کنی و باید یک قربانی کنند، چی پولدار باشد و چی فقیر، همون یک دگردن یک قربانی، اگر چند چی پولدار باشد چی فقیر باشد. و همه گوشت قربانی نظر را باید میان فقرا تقسیم کند، نه خودش از آن بخورد و نه آن را به پولداران بخوراند. او یکی ته نظر میکنی که بچم از امر مثلا فلان اونجا بیام و قربانی میکنم، از اون گوشت نه خودت میخوری نه به خانوادت نه به آدمای بویا، همش به کمغلا را تقسیم میکنی. اگر مقداری از آن گوشت را خودش خورد یا به پولداران خورانید، در این صورت همان مقدار گوشت را دوباره باید خیرات نماید. رفته و هم گوشت خود خوردی یا به یکم آدمای ثروتمند دادی، باید که همش چیکار کنی؟ آخه چی همون مقداری که خودت خوردی یا صدقه کردی به یکم آدم بای دادی، همون پول باید که صدقه کنی. مقصد که همون از همون گوشت یکم مقدارش خورده نمیتونی، همش به آدمای کمبغل تقسیم میکنی. مسئله 36 اگر کسی به خود به نیت ثواب رساندن به کدام شخص مرده قربانی کند، برایش درست است که گوشت آن را خودش بخورد یا به دیگران بخوراند. ای جانب یک دوست داشتی که از دنیا گذشت، بسیار دوستش می‌داشتی، یا یک خیشتوارت بندگی کردی، ای جانب همو قربانی میکنی، ثوابش در هم میبخشی، از همو گوشت قربانی خودت هم خوردن میتونی و به دیگران تقسیم کرده میتونی، صحیح میباشد. مسئله 37 میت قبل از مردن وصیت کرده بود که از طرف وی از پولهای کش قربانی کند و ورثاتش مطابق وصیت توسط پولهای میت از طرف او قربانی کردن. در این صورت خیرات کردن تمام گوشت و پوست و غیر آن قربانی را واجب می باشد. یک پدر پیش از دم بچه‌اش وصیت کرد، گفت که از تن ما قربانی کنید، که پولدار بود، بچه‌اش در واجبه که قربانی کنه، لکن همون گوشت قربانی را قای پوست و گوشت بند نقطش همشه صدقه کنه، خودشو استفاده نکنه، یگان چه خودشو نخورن، همشه صدقه کنه. افسوس که امروز مسئله دمون نیست، هم خودش نیم شخص ما میخوریم، یگان کس اهمیت نمیتیم. مسئله 38 اگر شخص موجود نیست و کسی دیگری بدون امر او از طرف وی قربانی نمود، این قربانی نمیشه. یا آدم مثلا چیکار کرد به اجازت او را نپرسیده، ای طرف همو اگر بگیری همو گوسفند همو را ای جای او قربانی کنی، درست نمیباشد. او آدم خودش درک نداره، ای ما هم بگیری قربانی کنی. اگر شخص موجود نیست و از کسی دیگری بدون امر او از قربانی نمود، این قربانی صحیح نمیباشد. قربانی کنی در حالی که نمیدونه، قربانی درست نمیشود. و اگر شخص بود و چند نفر دیگر بدون امرش او را در حصه از گاو یا شتر شریک ساختند، در این صورت قربانی دیگر شریکان نیز صحیح نمی باشد. 6 کس شدن گفتن هفتم فلانی انسان همون هم خیلی قربانی میکنه، نپرسیدنش، زنگش هم نزدن، هم تا کوشش کردن، قربانی یگام تاش درست نمیشه. باید که او انسان بدونه، پرسیدن هر انسان شرطه که باید که آگاهی داشته باشه. مسئله 39 اگر کسی گوسفند خود را برای پرورش و چرانیدن به این شرط که به چوپان داده است، برای پرورش به چوپان داد که نیم گوسفند از تو و نیم آن از مالک باشد، او این گوسفند می چرانی، مقصد می پروری فربه میکنی، 1 سال می باقیش، همین را فروختیم، نیم پولش ایته نیمش ایمن، صاحب گوسفند به چوپان گفت.
این گوسفند ملکیت چوپان نمی باشد بلکه ملکیت صاحب اصلی اش. بنابراین اگر کسی گوسفند را از آن چوپان خرید و قربانی کرد قربانیش درست نمی باشد. همه چوپان قطعی مصلحت کردن همه میچرونی فربه میکنی فروختیم پولش دو تقسیم. همین اگر چوپان گرفت به یک آدم دیگه فروخت او آدم برد قربانی کرد قربانیش درست نمیشه به خاطر که مالک اصلی چوپان نیست او مرده او مردی که صاحب گوسفند او چوپان نیست. اگر کسی میخواد که این گونه گوسفند رو بخرد باید اون رو از صاحب اصلی خریداری کنه. وقتی خریداری میشه باید که مالک اصلیش کسی هست ای همون پرسه ای همون گوسفند بخره نه ای چوپان. چند مسئله دیگر. مسئله چلم اگر چند نفر در یک گاو یا شتر شریک شدند و همگی میخواهند که گوشت رو بین خود تقسیم نکنند بلکه آن رو یک جویه در بین فقرا خواندان تقسیم کنند درست است. همه 7 نفر میگه که ما همین را تقسیم نمیکنیم همین تا میبریم با چیکار میکنیم فقیرا تقسیمش میکنیم یا اوقات میکنیم همین شد همو بگیم بالنسه یا یگون کمبغل به صاحب خونه دا چیکار میکنیم تقسیم میکنیم درست میباشد جایز است. و اگر بخواهند گوشت رو بین خود تقسیم کنند در این صورت برابر بدون سهم و حصه ضروری است. اصلا باید که همش یک تقسیم کنند. مسئله 41 پول قیمت پوست قربانی رو به طور مزد و اجرت به کسی داده درست نیست زیرا خیرات کردن اون ضروری می باشد. قربانی کردی یک گاو کشتی یا گوسفند کشتی پوست در یک کس فروختی درست نمی باشد باید که او را هم صدقه کنی. اگر صدقه بدیش به یک کمبغل بدم که صدقه دادیش پولش نگرفتی درسته یکی فروختیش پولش هم درست نیست با بگردنی بایدش با کمبغله با آدم بوینی. مسئله 42 دادن گوشت قربانی به کافران نیز جایز است. این گوشت به شرط اینکه به طور اجرت و مزد آنها به آنها داده نشود با پول نه. مثلا تا صدقه میتیمش بگوی کافی رای بتمش پول درست نیست. مسئله 43 اگر حیوان حامله باشد قربانی آن جایز است. کشتش که حامله بود دشکمش مقصد داشت یا گاو بود گوساله داشت و سپس اگر حملش زنده به دنیا آمد آن را نیز باید حلال ذبح کرد. دیگه که در شکمش کرده گوسالهش زنده باید که او را ذبح کنی قربانی کنی او را هیچ کس حق نداره بگیره او را باید که چیکار کنی که ذبح کنی. مسائل ذبح بز و گوسفند و غیره. طریقه ذبح بز گوسفند گاو مرغ و غیره این است که روی حیوان را به طرف قبله بگرداند و چاق یا کارد نیز در دست گرفته بسم الله الله اکبر گفته گلوی حیوان را با آن طوری ببرد که 4 چیز گلوی آن بریده شود. همون به طرف قبله میگردونه همون آدمی که ذبح کن بسم الله الله اکبر میگه همون 4 چیزی هست که شرطه که همون را ببره. بسیار اهمیتی برادر 4 چیزه انا که نگاه کنی. یکم مری که با وسیله اون حیوان نفس میکشد مری یعنی دمکت میکشی نفس میکشی کو یکم همون را بریده میشه. یکم مری که با وسیله اون حیوان نفس میکشد. دوم حلقوم یعنی مجرای آب و غذا حلقوم حلق شد وقتی که او رگی نفس زد بعد دیم حلق شه میزنه و یکی اوقات میروه. سوم مجرای آب همو یعنی مجرای آب و غذا از دهان به معده. سوم و چهارم هر دو شاهرگ حیوانی که در دور طرف مرئی قرار دارند عدد طرفایی که و شاهرگ هستند مقصد خون میپره کو خون میگه ایمک پرید کو در همون رگای در بر هستن شاهرگ هستن بعد این تر زدن او در رگ دیگر میزنه میشود 4 تا. همین 4 تا در قربانی کردن در همه ذبح کردن هر حیوان را ذبح میکنی همین ها را اهمیته هم مری گفتم شاهرگ را میگن. اگر 3 تا این 4 چیز بریده شد باز هم حیوان حلال است. 3 تا مقصد حالی او مریش نزد روی نفسش نزد حلقومش زد رگا را زد یا تر حالی مونده است حیوان حلال می شود. یا اینکه یا رگ زد یا رگش مونده ای حلق شقای مرئی زد درست میشه جایز است. و اگر فقط 2 تا این 4 چیز بریده شد در این صورت اون حیوان مردار است و خوردن آن جایز نیست. لکن همو رگی که بگیم خونا هسته شاهرگ و هم در رگا را زده ای بگیم حلق شقای این مرئی که نفس میکشه قای او مونده هم تمونده و خون رفت هم تمرد ای گاو باشه گوسفند باشه حرام میشه. 3 تش که زد حلال است لکن 2 تش زد 2 تش مون اینجا حلال مثلا بسیار است
وقتی نمازم شد در همینجا صحبت خود را به انجام میرسانم. از الله متعال خواهان هستم که الله مهربان این صحبت ما را به نفع جان ما برساند و هر برادر هر خواهری که گوش دهد. پروردگار مهربان ما مسلمان ها را در این روزهای پر از بی‌توفیقی و حرامی و فسادی در عصمت پناه خودش نگه بدارد. در برابر همه مصیبت ها، همه غم و درد دنیا صبر جمیل نصیب روزی بگرداند و تا دم مرگ پروردگار مهربان ما را از جدا نگرداند و همیشه به پیروی قرآن و پیروی سنت رسول الله صلی الله علیه و الله مهربان ما و شما را نگهبان باشد. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.